عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر، مشتاقان به ورزش. انشالله پیروز و سرفراز باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق همکارانمون در گروه ورزش شبکه تلویزیونی باران و تقدیم حضور با سعادت شما می‌کنیم. یکی از رقابت‌های حساس هفته اول لیگ دست اول فوتبال کشور جام آزادگان رو دیداری که امشب بین دو تیم داماش و صنعت نفت آبادان برگزار میشه. امیدوار هستم که این دیدار مورد توجه و رضایت شما قرار بگیره با بازی خوبی که هر دو تیم از خودشون نشون خواهند داد. من اجازه میخوام که بازیکنان دو تیم رو خدمتتون معرفی بکنم. انشالله با آغاز بازی توضیحات کامل رو در مورد برپایی مسابقه خدمتتون خواهم داد. در تیم میهمان تیم زرتپوش نفت آبادان علیرضا حقیقی، رضا علیاری، رضا یزدان دوست، محسن سیفی، خشایار زبرجد، رضا رضایی، محمد رضا قبیشابی، امیر حسین کولیان، میلاد کمندانی، مسلم مجدمی و حسین میرزا حسینی پور بازی میکنن به سرمربیگری آقای مسعود شجاعی، چهره نامدار فوتبال کشور بود. اما علی نظر محمدی 11 بازیکن رو روانه زمین کرده. علی محسن زاده دروازه‌بان، میلاد پاکپرور، امین هاشمی‌فر، امین رضایی قلعه به همراه دانیال کردستانی، امین اسدی، علی خدایی، مهدی سوادگویی، سعید دلاور، جعفر حسینپور و امیر حسین یوسفی دیگر بازیکنان تیم هستن. زبرجد توپ رو میگیره، یه پاس رو به عقب هم میره، خود زبرجد به دنبال توپ، یه پاس رو به جلو ساخته و پرداخته میکنه برای رضا رضایی. یه حرکت دیگه از زرتپوشان نفت آبادان و توپی که به بیرون میره و ضربه دروازه اعلام میشه. داور آقای میثم صفاری، مرتضی سلمان نژاد کمک اول، حمید صحرایی هم کمک دوم این مسابقه هست. ناظر سید مهدی سید علی، ناظر داوری هم امیر بهرام حسینی تقوی هستش. علی محسن زاده باید بازی رو از کنار دروازه‌اش به جریان بندازه. دروازه‌بان تیم داماش این کار رو انجام میده. امروز بازی متاسفانه بدون حضور تماشاچی هم برگزار میشه. هواداران خونگرم و پرشور داماش به رأی فدراسیون در این دیدار متاسفانه حضور ندارن و جاشون هم به شدت خالی است. توپ به کورنر رفته. اولین کورنر بازی برای تیم داماش به دست میاد. ببینیم از این توپ از این ضربه چگونه استفاده خواهند کرد بازیکنان این تیم و مشخصا جعفر حسینپور که باید توپ رو روی دروازه بفرسته. تجمع بازیکنان در محوطه جریمه منتظر هستیم تا توپ زده بشه. حسینپور نگاه میکنه در محوطه رو. سرزنهای داماش هم پیش اومدن. یک ارسال به تیر اول، برگشت توپ از مدافعین. فرصت هست. این شوت از راه دور از دانیال کردستانی که راهی به چارچوب نداره. علی نظر محمدی در اولین گام به مصاف صنعت نفتی رفته که مسعود شجاعی رو این فصل به عنوان مربی در اختیار گرفته. میتونه جدال مدعیان هم باشه. این مسابقه بازی فوق‌العاده مهمی برای هر دو تیم در هفته اول به حساب میاد. زبرجد یه لحظه روی توپ اثر گذاشت، خطا به نظر میرسید، داور اعتقادی نداره، با داور هم صحبت میکنن. توپی که به بیرون میره. نظر محمدی هم با داور صحبت میکنه و به نظرم یه شارژ انجام شد. حالا او خیلی دوستانه و با لبی خندان با داور چهارم صحبت میکنه. جا داره که سلامی هم عرض بکنیم خدمت هممیهنان ارجمندمون در شبکه استانی مرکز آبادان که این بازی رو اون عزیزان هم به صورت زنده ملاحظه می‌فرمایند. برگشت توپ از داماشی ها، ضربه سر رو امین اسدی نتونست بزنه. توپ در اختیار آبی پوشان هست. یه پاس بلند رو ساخته و پرداخته می‌کنند این سمت و توپی که به بیرون رفت. امیر حسین یوسفی دنبال توپ بود که به توپ نرسید. پرتابگر توپ هم رضا یزدان دوسته، بازیکنی که در تصویر ملاحظه می‌فرمایید. یزدان دوست خودش توپ رو
برمیگردونه، کنترل میکنه. محسن سیفی برای زبرجد یه پاس پشت مدافعین میفرسته برای رضا رضایی. خود رضایی حرکت میکنه، دلاور مقابلش هست در اون محوطه جریمه و داموشیا توپ رو جمع و جور میکنن. بلافاصله هم برای امیرحسین یوسفی توپ برمیگرده. این سم خطا به نظر میرسید بر روی جعفر حسینپور که این اتفاق هم میفته و توپ باید در اختیار تیم میزبان قرار بگیره. متاسفانه تماشاچی حضور ندارن. خدمتتون هم گفتم داماش از بزرگترین موهبت خودش بی بهره است. امیدوار هستیم که هرچه سریعتر این محرومیت به پایان برسه. حالا دیشب گفته میشد که آقای آرمان و آقای الماسخاله به زرس قاطع گفته بودن که این بازی با حضور تماشاچی است، تا ظهر هم قرار بود این اتفاق بیفته. بعد به یک باره گفتن باید به فدراسیون نامه بزنن. فدراسیون نامه زده شد و گویا سازمان لیگ در نهایت موافقت نکرد با حضور تماشاچیان در این مسابقه. حتی قرار بود این بازی با حضور تماشاچی برگزار بشه. میگن آقای بهاروند قهر کرده و گفته اگر این بازی با حضور تماشاچی برگزار بشه من استعفا میدم و تهدید به استعفا کرده بود و همون مسئله انگار باعث شد که حرف ایشون به کرسی بنشینه. و حال فوتبال بدون تماشاچی هیچ جذابیتی نداره. خیلی اتفاقات متاسفانه میفته در ورزشگاه. نمیگیم که اونجا بیفته اینجا نیفته یا اینجا بیفته اونجا. ما میگیم عدالت در هر صورت رعایت بشه اگر قرار هست قانونه برای همه تیم ها باشه، نه به صورت سلیقه‌ای. بعضا این اتفاق متاسفانه میفته. زبرجد توپو سریع پرتاب میکنه، تعادل خوش رو رضا رضایی از دست میده. برگشت توپ از مدافعین، یه بار دیگه یوسفی تعادل خوش رو از دست میده. سریع هم میخواد بازی رو به جریان بندازه و عجله هم میکنن. چرا اینجوری کرد؟ امیرحسین یوسفی احتیاجی به این همه عجله هم نیست. علی نظر محمدی هم تعجب کرد که چرا بچهای تیمش اینگونه کار کردن. یه خورده عجله در دستور کار هر دو تیم هست و پاسکاری های اشتباه در این لحظات زیاد دیده میشه. حسینپور باید توپ رو پرتاب کنه. یه بازیکن احساس ناراحتی میکنه. دلاور باید به وضعیتش رسیدگی بشه. امیدواریم که مشکل خاصی نداشته باشه و بتونه که این بازیکن با تجربه به بازی ادامه بده. مسعود شجاعی کنار زمین با شاگردانش صحبت میکنه. اون سمت هم نظر محمدی و سکوهای خالی از تماشاچی که بدجوری تو ذوق میزنه و جای هواداران پرشور داماش واقعا خالی است. هوادارانی که در هر شرایطی نمره قبولی و 20 میگیرند، در هر شرایطی تیم خودشون رو تشویق میکنن، هر جای جدول باشه اون بحث حمایت رو به خوبی انجام میدن. جاشون واقعا خالیه. جعفر حسینپور رو به جلو و برگشت توپ از رضا یزدان دوست یا حسین میرزا حسینی پور بود که توپ رو دور کرد تا پرتاب به سود داماشی ها شکل بگیره. حسینپور میره تا پرتاب رو انجام بده. منتظر هستیم تا این اتفاق بیفته. بازیکن شماره 77 بازم سوت داور به حسینپور میگه از چند متر عقب‌تر پرتاب رو انجام بده. حسینپور برگشت توپ از مدافعین نفت. حسینپور یه لحظه توپ رو گم کرد، یه پاس رو به جلوی دیگه و باز هم توپ به بیرون میره. امین رضایی به سعید دلاور میگه سریع بلند شو بیا داخل. کاپیتان تیم داماش خوشبختانه مشکلی نداره و بعد از مداوایی که روش انجام میشه به زمین مسابقه میاد. پرتاب این بار به سود نفت هست.
رضا یزدان دوست، داور آقای صفاری خیلی تاکید داره رو سانتیمترها که توپ دقیقاً از همون جایی که بیرون رفته پرتاب بشه. دلاور توپ رو برمیگردونه، خط دفاعی نفت، علیرضا حقیقی هم اونجا آماده است. 3 بازیکن و چی شد؟ اعلام آفساید. یه لحظه رضا علیاری نزدیک بود اشتباه بکنه، اما به هر طریقی که بود پرچم کمک داور بالا رفت و داور هم تصمیم کمک خودش رو تایید کرد، آقای میثم صفاری، و توپ در اختیار کاپیتان علیرضا حقیقی است. اینم مهدی هاشمی نسب که دستیار مسعود شجاعی است و در شهر خودش امسال مربیگری میکنه. سعید دلاور یه ضربه سر میزنه، خطا بود یا نه، به هر طریقی که هست مدافعین داماش توپ رو برگشت میدن. در عرض قبیشاوی رو به عقب کار میکنه. حسین میرزا حسینی پور، رضا یزدان دوست، برگشت توپ از امین رضایی، این هم نظر محمدی است. با حرارت خاصی با شاگردان خودش صحبت میکنه. اولین بازی دو تیم در لیگ هست. برد در این بازی برای هر تیم میتونه خیلی کارگشا باشه در ادامه رقابت های دیگه. دست اول واقعا سخت و طاقت فرساست. زبرجد، خود زبرجد بازیکن گیلانی تو بهش لو میده. رضایی به میانه زمین، میلاد پاکپرور، یه پاس پشت مدافعین، برگشت توپ از مسلم مجدمی، باز هم آبی پوشان داماش صاحب توپ. سعید دلاور، جعفر حسین پور، اشتباه میکنه حسین پور، خودش به توپ میرسه و توپ به میانهای زمین میبره. رضایی تکل بلندش بی حاصله، اما در نهایت توپ میرسه به بچهای داماش. امین هاشمی فرد اونجا توپ میخواست، میگفت یه پاس رو به عقب بده که این اتفاق نمیفته و خطا در میانه زمین اتفاق میفته. امین رضایی در متن حرکت بود. امین هاشمی فرد پشت توپ هست، بازی رو حالا به جریان میندازه. ضربه سری که زده میشه از مدافعین، ضربات سر پیاپی. زبرجد ترجیح میده توپ رو دور بکنه. سعید دلاور ضربه سر اول زیر توپ میزنه امین هاشمی فرد و نفتی ها که سعی میکنن توپ رو روی زمین بیارن. یه بازیکن داماش هم احساس ناراحتی میکنه، سریع از روی زمین بلند میشه. یه پاس پشت مدافعین، سیفی بازی رو به منطقه چپ میبره، خودش توپ رو میگیره و به خوبی توپ رو امین هاشمی فرد از اون میگیره. مدافع مستحکم داماشی ها رو به جلو. امین اسدی یه بازیکن از پیش رو برمی‌داره، چقدر خوب این کارو انجام میده. این پامپا میکنه در اون محوطه جریمه، برگشت توپ از رضا یزدان دوست. گارد شوت میگیره 19 سوادکویی، ترجیح میده پاس بده. پشت محوطه جریمه توپ نرسید به امین اسدی و بازیکنان پرتعداد صنعت نفت. پاس رو به عقب با کاپیتان علیرضا حقیقی و توپی که این سمت به بیرون میره. توپ به زبرجد نرسید. جعفر حسین پور باید توپ رو پرتاب بکنه. این کار رو انجام میده. اسدی توپش برمیگرده. سعید دلاور رو به عقب به خوبی کار میکنه با علی محسن زاده.
هاشمی فرد رو در کنارش داره، به خود امین هاشمی فرد، میلاد پاکپرور در کنارش هست، ترجیح میده یه پاس بلند قطری بندازه و این سمت هم میرسه توپ به علیرضا حقیقی. همچنان بدون گل مساوی، موقعیت خاصی هم بازیکن دو تیم نداشتن، بیشتر توپ در میانه های زمین محک خورده، بهش ضربه زده شده و خطری متوجه دروازه ها نشده. خب اون سمت هم ما میبینیم که تماشاچی ها تونستن که به زمین مسابقه بیان. اگر دوستان ما نشون بدن، تماشاچی ها بله اومدن داخل زمین مسابقه. داور دستور خودش میدمه، ببینیم چه اتفاقی افتاده. میخواد داور بیاد چک بکنه که آیا با هماهنگی بوده یا نه. بازی رو میگه نگه دار. آقای سید مهدی سید علی داره هماهنگی میکنه که با حضور تماشاچی بازی باید برگزار بشه یا نه. نفتی ها هم دارن اعتراض میکنن. بهنام سراج مدیر تیم نفت داره اعتراض میکنه که بازی آیا باید برگزار بشه یا نه. اونا میگن ما اگر تماشاچی حضور داشته باشه بازی نمی کنیم. همه چی فعلا متوقفه. آقای سید علی رو ما داشته باشیم، ایشون داره تماس میگیره با سازمان لیگ. و سازمان لیگی که ما امروز دیدیم و خبراشو شنیدیم آقای بهاروند، شاید بعید باشه قبول کنم مگر اینکه اتفاق دیگری رخ بده. این آقای سید علی، آقای سید علی داره صحبت میکنه و به قول خودش داره استعلام میکنه از مسئولین سازمان لیگ تا ببینیم چه اتفاقی میفته. در نهایت چیزی که مشخصه، نفتی ها میگن که با این شرایط ما بازی نمی کنیم، چرا که در صورت جلسه قبل بازی اومده بود که تماشاچی نباید حضور می داشت. همه چی متوقفه متاسفانه و هنوز چیزی مشخص نیست. من یه فرصت از همکارانمون میخوام در پخش شبکه باران محبت بکنن، یه چند دقیقه به ما زمان بدن، ما فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش شبکه باران و سیمای استانی مرکز آبادان قرار بدیم، ببینیم که شرایط چه خواهد شد. چون اگر ورزشگاه خالی از تماشاچی نشه بازی برگزار نمیشه. یه چند دقیقه به ما زمان بدید در پخش، انشاءالله ما ببینیم تصمیم نهایی اتخاذ شد، در خدمتتون باشیم. یه بار گفتم بازم میگم اینو همه بدونی، بگید داماش داد بزنی، یک صدا بخونی، حتما بریم قطعا زنیم، قرمز و آبی هم نریم. حتما بریم قطعا زنیم، قرمز و آبی هم نری هم نری. آیا برار آیا برار ویریز بو داماش
میامی توی داماش شعار من اینه بگو دنیا فقط رشت و داماش آیا داماش داد بزنی داماش داماش فریاد بزنی داماش آیا برای فریز بگو داماش داماش داد بزنی داماش داماش فریاد بزنی داماش شبتون بخیر بینندگان عزیز و گرانقدر. همچنان از ورزشگاه شهید عضدی رشت با شما هستیم و اتفاقی که افتاده رو من باید خدمتون یه توضیح بدم که موضوع از چه قرار هستش. عرضم به حضورتون 14 دقیقه و 30 ثانیه بازی کرده بودن دو تیم که تماشاچی اومد داخل ورزشگاه و این مسئله منجر به توقف بازی از سوی داور و ناظر بازی شد. ناظر بازی تماس میگیره با سازمان لیگ. سازمان لیگ هم به ضرس قاطع میگه به خاطر اینکه مجوز
حرفه‌ای و باشگاهداری رو نگرفتن داماشی ها، این دیدار طبق قانون باید بدون حضور تماشاچی برگزار بشه. 1 ساعتی طول میکشه که تماشاچی از ورزشگاه بره بیرون. علی نظر محمدی میره با بلنگو سمت سکوها، به شدت بازیکن‌های داماش و علی نظر محمدی تشویق میشن. بعد از تماشاچی ها میخواد که آقا اگر نرید بیرون 3-0 میشه و شما برید بیرون که ما بتونیم بازی بکنیم. عرضم موضوعتون که حالا تماشاچی رفته بیرون، حدود 1 ساعت گذشته، الان مسئولین فنی نفت آبادان میگن طبق قانون نیم ساعت بیشتر بازی نباید توقف داشته باشه. بعد نیم ساعت ما بازی نمی کنیم و بازی باید سوت پایانش کشیده بشه و 3-0 به نفع ما بشه. الان بازم این کلاف سردرگم ادامه داره و متاسفانه باز هم بازی شروع نشده و باید ببینیم که در نهایت چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. حالا که تماشاچی رفته بیرون و عرضم حضورتون که ورزشگاه دوباره خالی از هوادار شده، حالا نفتی ها قبول نمیکنن که بازی بکنن، میگن که خدمتتون گفتم، میگن آقا نیم ساعت توقف بوده الان شده 1 ساعت و ما به هیچ وجه بازی نمیکنیم. دوباره آقای سیدعلی ناظر بازی داره با سازمان لیگ صحبت میکنه تا استعلام بگیره ببینه که چه اتفاقاتی در نهایت بر این داستان پرماجرا خواهد گذشت. ضمن اینکه حالا ما اتفاقات رو مرور کنیم، شب گذشته تو یک برنامه تلویزیونی آقای آرمان مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان اومدن گفتن که طبق صحبت‌ها و هماهنگی‌هایی که شده است تماشاچی میتونه حضور داشته باشه. با تماشاچی هم که صحبت می‌کردیم میگفت آقا مدیر کل اومده، مدیر کل هم میگه من با آقای تاج صحبت کردم و اوکی رو گرفتم، تایید نهایی و شما میتونید بیاید. بازی که داشت شروع میشد در واقع البته قبل اون ساعت 11 امروز اداره کل هیئت فوتبال نامه میزنن به آقای تاج، آقای تاج نامه میزنه به سازمان لیگ که سازمان لیگ قبول کن که این بازی برگزار بشه. آقای سازمان لیگ که آقای بهاروند باشه میگه اگر این بازی با حضور تماشاچی برگزار بشه من استعفا میدم. این کش و قوس ادامه داشت تا سر بازی که بازی شروع شد بدون حضور تماشاچی، اما بعد از 14 دقیقه و 30 ثانیه دوباره تماشاچی اومد و ما بقیش هم که خدمتتون گفتم این نابسامانی و این در واقع عدم مدیریت ها باعث این شد که این اتفاق متاسفانه رخ بده. ضمن اینکه گفته میشه سازمان لیگ هم میگه از 2 سال پیش ما به مسئولین داماش گفتیم که آقا این مجوزهای حرفه‌ای رو باید بگیرید، ولی خب انقدر این تیم تو این سالها دست به دست میشه، از این مدیر عامل به اون مدیر عامل، از این مالک به اون مدیر عامل، اصلا وقت این چیزا نبود. هیئت مدیرشون ثبت نشد، ثبت شرکت ها نکردن، این اتفاقات نیفتاد. الان خوردن به التیماتوم سازمان لیگ و سازمان لیگ هم میگه 3-4 تا بازی بدون تماشاچیه، بعدش جریمه های بعدی. میگم این داستان فوتبال ما متاسفانه ورزش استان گیلان از این اتفاقات زیاد میفته. این عدم پیش بینی ها، عدم مدیریت دیگه. وقتی این اتفاق میفته باید اذعان کنیم که این مسائل و این مشکلات هست. حالا باید ببینیم که چی میشه. بازیکن‌های داماش الان اومدن داخل زمین. این سمت هم نفتی ها رو اگر داشته باشیم، نفتی ها هم دارن خودشون رو گرم میکنن. داور الان 3 تا داور هم کنار خط هستن و البته این نفتی ها و البته از این سمت هم که آقای سیدعلی ناظر بازی همچنان داره صحبت میکنه. مسعود شجاعی و بهنام سراج هم به زرس قاطع، چون الان ما صدامون میرسه، صدای اینا به ما میرسه نزدیک داورم، میگم ما بازی نمیکنیم چون یه بیش از 1 ساعت از بازی گذشته. بازم باید ببینیم که در نهایت چه تصمیم میشه. آقای سیدعلی رو داشته باشیم. آقای باقر سلیمی الان داره با مسعود شجاعی صحبت میکنه، داره اونو راضی میکنه، انگار ببینه بازی میکنه یا نه. مسعود شجاعی اگه داشته باشیم، این آقای سیدعلی با مسعود شجاعی داره با این صحبت میکنه. مسعود شجاعی داره توضیح میده و قانون داره به سیدعلی میگه. آقای سیدعلی هم که همچنان داره باهاش صحبت میکنه. ببینیم چه اتفاقی. همون کنار زمین هم دارن میرن و میگه ما بازی نمیکنیم. مهدی هاشمی نسب هم این ور میگه ما بازی نمیکنیم. الان جلسه 2 نفره این دو
علی نظر محمدی هم این سمت کنار زمین داره قدم میزنه دست به سینه و این اتفاقات پرماجرا و عجیب و غریب که متاسفانه داره در ورزش استان ما رخ میده. یکی دوتا هم نیست این اتفاقات عجیب و غریب متاسفانه. آقای سیدعلی میگه نه، آقای عبدی یکی از عزیزان هیئت فوتبال هم داره با ایشون صحبت میکنه که آقا بازی رو برگزار کن. آقای رجبزاده رئیس هیئت فوتبال رشت هم هست. همه میان یه چیزی به سیدعلی میگن، آقای سید مهدی سیدعلی، اما آقای سیدعلی فعلا تصمیمی رو نگرفته و هر چی میشه زنگ میزنه به آقای بهاروند. و باز هم اینم مهدی هاشمی نسب داره میره که بچه هاشو گرم بکنه، ولی خب او هم یکی از کسانی بود که میگفت نباید ما بازی بکنیم و ما هم مثل شما منتظریم تا ببینیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد.
شب شما بخیر بینندگان عزیز و گرانقدر. بعد از حدود 1 ساعت و 10-20 دقیقه 1 ساعت و 20 دقیقه این بازی دوباره به جریان میفته. 14 دقیقه و 30 ثانیه از بازی رو پشت سر گذاشته بود که اون اتفاقات افتاد و من برای شما هم شرح دادم که چه بوده و چه گذشته. به حال بریم بازی رو ببینیم، ادامه بازی رو که در نهایت سرنوشتش چه خواهد بود و امتیازات این بازی چگونه تقسیم خواهد شد. تو به بیرون میره، داور رو احاطه کردن، بازیکنان دو تیم دارن صحبت میکنن، ضربه دروازه اعلام شده و علیرضا حقیقی باید بازی رو به جریان بندازه. به اون نزدیک میشه حسینی پور. از این سمت هم امین اسدی میاد نزدیک محوطه جریمه نفت میشه. معمولا شروع مجددهای علیرضا حقیقی خیلی تعریفی نداره. ببینیم حالا این بار چگونه به توپ ضربه میزنه. داماشی هم اینو میدونن، این بار توپ رو خوب میفرسته به میانه زمین. ضربه سر اول رو داماشی ها میزنن. یک موقعیت خوب میره برای یوسفی پدید بیاد در اون محوطه جریمه، با او حرکت میکنه یزدان دوست و توپ به کرنر میره. کرنر بعدی برای داماشی ها به دست میاد. این هم بانوی ارزشمند ایرانی مهدی اسفندیاری اسیر در مهد تروریست به خاطر یه اظهار نظر با دلیل و ادله ها و مستندات فراوان او رو بازداشت کردن در کشوری که اجازه بدید در اون محوطه جریمه این توپ رو ببینیم و توقف بازی، در کشوری که داعیه آزادی بیان رو داره. این اتفاق نامیمون متاسفانه افتاده. امیدوار هستیم که هرچه سریعتر ایشون آزاد بشن و این هم ننگیست واقعا بر کشورهایی که ادعای آزادی بیان رو دارن اما هیچ تحملی در این زمینه ندارند. یه ضربه سر رو به عقب از امین هاشمی‌فر که به توپ نرسید علی محسن زاده و توپ به بیرون میره. ضربه کرنر رو برای نفتی ها ببینیم. منتظریم تا بیان و توپ رو بفرستن روی دروازه. خیلی هم عجله‌ای ندارن نفتی ها و خیلی با طمأنینه و آرامش این کار رو انجام میدن. امیرحسین کولیان باید توپ رو روی دروازه بفرسته، بازیکن چپ پای نفت آبادان. منتظریم تا این اتفاق بیفته. تجمع بازیکنان درون محوطه جریمه. کرنر توسط نفتی‌ها زده میشه، به تیر اول خطرناک هم هست و کرنر تکرار میشه. علی محسن زاده به اتفاق هاشمی‌فر توپ رو مجددا به کرنر میفرستن. کرنر تکرار میشه برای نفت آبادان. باز هم کولیان باید توپ رو روی دروازه بفرسته. کرنر اولش خیلی خطرناک بود. ببینیم کیفیت کرنر دومش زمینی میفرسته. یک ارسال و باز هم البته توپ بیرون نرفته. نفتی‌ها صاحب موقعیت هستن. ارسال به درون محوطه جریمه، فشار روی دروازه داماش هست و توپی که توسط محمد رضا قبیشاوی پاس داده میشه رو به عقب. یه بار دیگه توپ در اختیار میلاد کمندانی زبرجد حرکت کرد و توپی که به بیرون زده میشه توسط داماشی ها. چند دقیقه‌ای هست که نفت آبادان توپ رو در اختیار داره. یزدان دوست برگشت توپ از حسین پور. یه بار دیگه زیر توپ میزنه دانیال کردستانی. دانیال کردستانی به دنبال توپ هست. حالا یک حرکت و یک تدارک حمله از جناح راست. حرکت از سوادکوهی. توپ به بیرون میره به سود داماش از منطقه راست خط میانی این تیم.
حرکت از سوادکویی، یه بازیکن رو می‌خواد از پیش رو برداره، ارسال به درون محوطه، برگشت تو بس حسینی پور. حالا یه بار دیگه حرکت از کولیان، از چپ حرکت کرد، داور بازی رو متوقف میکنه و اعلام خطا کرد. خطا برای صنعت نفت آبادان از طریق شبکه‌های تلویزیونی باران، شبکه تلویزیونی آبادان و رادیو آبادان. صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید. پشت توپ محمد رضا قبیشاوی. منطقه بازی عوض میشه برای یزدان دوست. تو سر توپ میزنه، رو به عقب کار میکنه با حسینی پور. پاکپرور ضربه سر اول. به دنبال توپ رضا علیاری. توپش نرسید به کولیان، اما به پای یکی از بازیکنان داماش برخورد کرد و به سود صنعت نفت توپ به بیرون رفت. چه بازی پرماجرایی بود و چه اتفاقاتی افتاد. 2-3 هزار تا تماشاچی بنده خدا اومده بودن داخل ورزشگاه. علی نظر محمدی رفت باشون صحبت کرد، به خاطر تیمشون از ورزشگاه رفتن. اونا چه گناهی کردن؟ خطا اخطارم خواهد داشت دیگه. یک کارت زرد به بازیکن خاطی و خطاکار داده میشه. قشنگ با دست زد بازیکن صنعت نفت و کارت زرد رو هم باید بگیره. فکر کنم کولیان بود که کارت زرد رو از داور مسابقه دریافت کرد. خدمتتون میگفتم 2 سال سازمان لیگ میگه که این مجوز حرفه‌ای رو باید بگیرید، این ثبت شرکت ها باید انجام بشه. اونقدر به شوخی گرفتن، این دست اون دست کردن، آخر دودش به چش تماشاچی رفت. البته دودش به چش داماش میره که نمیتونه از همچین تماشاچی پرشوری بهره مند بشه. الان هم که این اتفاق افتاد سازمان لیگ دیگه شوخی نداره و باید هرچه سریعتر این مسئله حل بشه. تماشاچی چرا نباید در ورزشگاه حضور داشته باشه؟ برگشت توپ از امین رضایی، سعید دلاور، هاشمی فرد ضربه سر. کجا زد؟ چجوری زیر توپ زد دانیال کردستانی و نهایتا توپ به بیرون میره. علی نظر محمدی هم به سعید دلاور میگه که ضرباتشو چجوری و کجا باید بزنه، ضمن که دفع توپ دانیال کردستانی هم اصلا جالب توجه نبود. پرتابگر توپ امیر حسین کولیان یک کارت زرد رو داره. اینم علی نظر محمدی که مدام با شاگردان خودش صحبت میکنه. این سمت مسعود شجاعی هم هست، خودش بچه آبادانه. مهدی هاشمی نسب هم به عنوان دستیار آورده، او هم آبادانیه و امسال در تیم شهر خودشون دارن مربیگری میکنن تا بلکه صنعت نفت آبادان رو که سال گذشته در آستانه صعود بود و با یه پنالتی که گل نشد توسط کاپیتان خودشون ریکانی و از لیگ برتر محروم موندن، امسال تلاش کنن تا این تیم رو بالا بیارن. صنعت نفت یکی از تیم‌های قدیمی، ریشه‌دار و انصافاً دوست داشتنی فوتبال ماست. توپ در اختیار داماشی ها. یه پاس رو به جلو، حرکت از میلاد پاکپرور و کولیان ترجیح میده توپ رو به بیرون بفرسته تا سازمان دفاعی تیمش شکل بگیره. توپ باز هم به بیرون رفت و باز هم پرتابگر توپ داماشی ها خواهند بود. ببینیم این بار از این پرتاب چگونه استفاده خواهند کرد بازیکنان آبی پوش. امین اسدی
یه لحظه توپش لو میره، کردستانی هم اونجا هست، هاشمی فر یه ضربه و اعلام آفساید شده. کمک داور پرچم زده و امیرحسین یوسفی رو متوقف میکنه با پرچم خودش. کمک دوم این دیدار رو هم میبینید، حمید صحرایی. علیرضا حقیقی باید بازی رو به جریان بندازه. امین اسدی هم اونجا مقابل توپ میسته. توپ در اختیار قبیشاوی است برای حقیقی. حقیقی به میانه زمین، خطا درست در مقابل دیدگان داور، اعلام خطا. نفتی‌ها میخوان سریع بازی رو به جریان بندازن. یک دو تا برخورد هم اونجا هست درست در دایره میانی زمین. حسین میرزا حسینی پور پشت توپ با پای چپ به منطقه چپ، توپش به زبرجد نرسید. این سمت یزدان دوست اجازه میده توپ بیرون بره. نظر محمدی هم مدام با شاگردان تیمش صحبت میکنه. منطقه بازی عوض میشه توسط رضایی. صاحب توپ علی خدایی رو به جلو، پاک پرور. خطا به نظر میرسید یا نه؟ داور اعتقادی به خطا نداره. کلیان به منطقه چپ تیمش. یه بار دیگه کلیان توپ رو بلند میفرسته برای خط حمله خودشون، جایی که محسن سیفی حضور داره و داماشی ها توپ رو به بیرون میفرستن. مسعود شجاعی هم مدام صحبت میکنه که بیاید و در خط حمله بیشتر حضور پیدا بکنید. اونجا یک کارت زرد رو به پاک پرور نشون میده داور مسابقه آقای میثم صفاری بعد از مشورتی که با حمید صحرایی کمک دوم این دیدار میکنه. مثل که یه چیزی به داور گفت و حالا میلاد پاک پرور هم کارت زرد رو دریافت میکنه. 27 دقیقه تمام شد، نتیجه 0-0. بازی که قرار بود 19 و 15 دقیقه شروع بشه شد، تا 7 و نیم بازی کردن، اما بعدش 1 ساعت و نیم تأخیر رو خدمتتون هم گفتم که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. قبیشاوی یزدان دوست از او توپ میخواد، ترجیح میده رو به عقب، یه پاس خطرناک برای حقیقی، سریع توپ رو به خط حمله خودشون حقیقی میفرسته با دفع توپی که انجام میده. یه حرکت دیگه برای نفتی ها، قطع ارتباط از امین رضایی و یه بار دیگه نفتی ها که صاحب توپ هستن در محوطه جریمه. یک ارسال، هاشمی فر توپ رو برگشت میده. حالا یه ضد حمله میتونه شکل بگیره برای داماش یا نه، باز هم ارتباط رو قطع میکنه. زبرجد، نفتی ها باز هم در میانه زمین، صاحب توپ توسط خشایار زبرجد، توپ به سیفی نرسید، زبرجد اشتباه کرد. این سمت تعادل خودش رو از دست میده یوسفی و باز هم امیرحسین یوسفی. این بار هم خطا اعلام نمیشه، روی زمین میفته. یه بازیکن صنعت نفت که رضا یزدان دوست باشه، داور حالا میبینه و دستور خودش میدمه تا به وضعیت بازیکن مصدوم رسیدگی بشه. بازی متوقف میشه. واقعا حیف شد، تماشاچی‌های داماش امروز تو ورزشگاه نیستن، میتونستن حضور داشته باشن. من فکر کنم با تمام احترامی که قائلیم، تنها چیزی که در باشگاه داماش خیلی حرفه‌ایه این تماشاچی‌هاشونن. واقعا مشتاقانه تشویق میکنن، همیشه با یک فرم بسیار مطلوب، زیبا و عاشقانه. تنها چیزی که در فوتبال داماش کارشو خوب و اصولی و حرفه‌ای داره انجام میده همین
تماشاچی هاشونن که به لطف مدیرانشون از حضور اونها هم این تیم فعلا بی بهره است. پاس رو به عقب علیرضا حقیقی، دروازه‌بان با تجربه است. علیرضا حقیقی در تیم ملی ما بازی کرده، در جام جهانی حضور داشته، در باشگاه‌های بزرگ، در لیگ برتر و حالا امسال او رو در معیت یک تیم لیگ یکی به نام صنعت نفت آبادان می‌بینیم. مسعود شجاعی او هم از با سابقه های فوتبال ماست، خیلی با اخلاقه. یه پاس رو به جلو، توپ نمیرسه به رضا رضایی و علی محسن زاده توپ از آن خودش کرد. 31مین دقیقه این مسابقه. محسن زاده بلند به خط دفاعی نفت که توپ رو برگشت میدن. کردستانی برای حسین پور، امیر حسین یوسفی، حسین پور، خود جعفر حسین پور میخواد یه بازیکن رو از پیش رو برداره که مسلم مجدمی باشه و تو به بیرون میره. پرتاب برای آبی پوشان داماش. جعفر حسین پور توپو میگیره، یه پا دو پا هم میزنه، زبرجد با او حرکت میکنه بین دو سه بازیکن. خود حسین پور به هر طریقی که هست اینجا پاسش رو میده. حالا موقعیت برای کردستانی به سمت دروازه و توپ بلوکه میشه و حسین میرزا حسینی پور صد راه توپ شد و یعنی خطرناک بود و توپ داشت به سمت دروازه میرفت. یک ارسال دیگه به درون محوطه جریمه، یه ضربه سر دیگه این بار از امین اسدی و ضربه لازم رو نداشت و علیرضا حقیقی دچار مشکل نمیشه و توپ رو از آن خودش میکنه. توپ رو هم به بیرون میفرسته و به وضعیت بازیکن مصدوم رسیدگی بشه که یکی از مدافعین نفت آبادان هست. بازی متوقفه. تیم پزشکی باید به زمین مسابقه بیاد تا به وضعیت بازیکن مصدوم رسیدگی بشه. همچنان دارن به وضعیت بازیکن مصدوم رسیدگی میکنن. امیدواریم که مسئله خاصی نداشته باشه این بازیکن. خدمت رو عرض میکنم بازی‌های دیگری هم برگزار شده. امروز مثل سونگون و هوادار قرار بود با هم بازی بکنن. کارتای بازیکنان مثل سونگون آماده نشد و بازی 3-0 به نفع هوادار شد. سایپا و مثل کرمان تا دقیقه 72 0-0 مثل شهر بابک تا دقیقه 76 2-1 از پارس جنوبی جم جلو است. نساجی مازندران و پالایش نفت بندرعباس هم تا دقیقه 71 بازیشون 0-0. این بازی هم که ملاحظه می‌فرمایید دقیقه 33 و بدون گل مساوی. دو تیم سرشناس فوتبال ما در لیگ دسته اول داماش و صنعت نفت آبادان. توپ رو اسدی در اختیار حقیقی قرار میده تا او بازی رو به جریان بندازه. علیرضا حقیقی توپ زیر پاش، اسدی هم فعلا به اون نزدیک نشده. او هم با طمأنینه و آرامش خاصی درون محوطه داره جولان میده. ارسال به میانه زمین. دلاور ضربه سر اول. کردستانی منطقه بازی رو عوض میکنه برای خدایی. پاکپرور، خدایی، هاشمی فرد، دلاور، جعفر حسین پور. اسدی اونجا توپ میخواد. زبرجد از نفت آبادان توپ رو میگیره و توپ به بیرون رفت. پرتابگر توپ داماشی ها هستند توسط جعفر حسین پور. حسین پور خیلی پرتلاش بوده در منطقه چپ، رفت و برگشت‌های زیادی داشته. حرکت از
این بار یوسفی تعادل خودش رو هم از دست میده و توپ به سود نفت آبادان به بیرون میده. بچهای صنعت نفت باید توپ رو پرتاب بکنن توسط مسلم مجدمی. حرکت از سیفی. منطقه بازی رو به خوبی عوض کرد امین رضایی. چقدر هم تک ضربش خوب بود. حرکت حالا از راست پاک پرور. یه بازیکن که کلیان باشه مقابلش هست. حالا صاحب توپ سوادکویی ترجیح میده رو به عقب با هاشمی فرد کار بکنه. او یه پاس رو به جلو برای چه کسی؟ توپ به علیرضا حقیقی میرسه. 10 دقیقه پایانی بازی در نیمه اول رو تقدیم حضورتون میکنیم. 36مین دقیقه 0-0 مساوی هفته اول رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال کشور جام آزادگان. هاشمی فرد از پشت سر انگار پاشو زدن، داور اعتقادی به خطا نداره. بازم یه بازیکن نفت آبادان روی زمین هست و زبرجد دیگه توپ رو تعقیب نمیکنه و اجازه میده توپ به بیرون بره. خود بازیکن نفت هم از جاش بلند میشه و به بازی میخواد ادامه بده. سیفی این سمت امیرحسین یوسفی توپ رو پاس میده به حقیقی. حقیقی هم او رو تشویق میکنه، با دست زدن ازش تشکر کرد به خاطر این کار جوانمردانه‌ای که انجام داد. از این توقف‌ها هم زیاد داشتیم تو بازی. کلا هر اتفاقی که بگید تو این دیدار افتاد از شروعش تا الان. کردستانی توپش به یوسفی نرسید. زبرجد توپش بلوکه میشه و پرتاب برای صنعت نفت آبادان. یزدان دوست توپ رو برمیگردونه. حسین پور پرتاب از چند متر جلوتر باید تکرار بشه. یزدان دوست، خود رضا یزدان دوست به دنبال بازیکن توپ رو به او بسپاره. مجددا خودش یه بازیکن رو از پیش شروع برمی‌داره و خطای مهدی سوادکویی اعلام میشه. باز هم توقف بازی. منتظریم تا ببینیم از این ضربه آزاد چگونه استفاده میکنن در منطقه راست خط میانی تیم صنعت نفت. این خطا اتفاق میفته و توپ رو باید زبرجد روی دروازه بفرسته یا ببینیم نقشه دیگری دارند. مسعود شجاعی هم صحبت میکنه مدام با شاگردانش که چگونه یارگیری بکنن زمینی. زبرجد حالا خودش حرکت میکنه، توپ به مجدمی سپرد، او ارسال به درون محوطه جریمه. دلاور توپ رو برمیگردونه. مجدمی رو به عقب با حسینی پور و این سمت هم یزدان دوست توپ رو دور میکنه و در وسط زمین یوسفی توپ رو میگیره. اشتباه او، اما داماشی‌ها در میانه زمین زیاد هستن و بالاخره توپ رو میگیرن. یک ارسال برای اسدی. زبرجد به توپ میرسه. مجدمی، سیفی، زبرجد و خطا بر روی او. خشایار زبرجد به داور میگه که چرا کارت زرد رو نشون نمیدی. بازی متوقفه. یه بازی درگیرانه و فیزیکی رو داریم از هر دو تیم در این لحظات به ویژه میبینیم. زمین ورزشگاه شهید عزودی هم متاسفانه کیفیت لازم رو نداره. حسینی پور توپ از دست میره. احساس ناراحتی کرد امین اسدی. همچنان روی زمین هست. هنوز هم نفتی ها توپ رو به بیرون نفرستادن، دارن تدارک یک حمله رو میبینن. زبرجد
همچنان خودش با پای چپ ارسال به درون محوطه جریمه، یه توپو کنترل میکنه که به سمت دروازه سیفی بفرسته. توپ رو میخوام به بیرون بفرستن، هنوزم توپ به بیرون نرفته. حالا بیرون نرفته، بازیکن داماش هم میبینه که حالا صاحب توپ شده. تیمش امین اسدی از روی زمین بلند میشه. منطقه راست حرکت از علی خدایی برای میلاد پاکپرور، میتونه توپ ارسال بکنه، تو سر توپ میزنه با پای چپ ارسال به درون محوطه جریمه و برگشت توپ از حسینی پور. کلیان اعتقاد به خطای هند داره، داور چنین نظری نداره. مدام با داور مسابقه بازیکنان دو تیم صحبت میکنن، داد و بیداد هم میکنن. فکر کنم دیگه کاملا شما صدا رو میشنوید، مدام دارن همینجوری اعتراض میکنن. سیفی زبرجد حرکت میکنه کنار دستش، اشتباه. دلاور پوشش خوب، حرکت از یوسفی، میخواد یه بازیکن از پیش رو برداره که توپ او رو به بیرون میفرستن. بازیکن پا به توپ و با تکنیکیه امیر حسین یوسفی. اعلام خطا بر روی سیفی. داور آقای میثم صفاری نزدیک میشه به صحنه. علی نظر محمدی هم کمک داور میگه هر کی داد و بیداد کرد خطا نگیر، به او تذکر میده. همچنان هم داره صحبت میکنه، البته این بار داره با شاگردان خودش صحبت میکنه که چگونه جایگیری کنن. تصویر آهسته رو ببینید که چه اتفاقی افتاد. توپی که فرستاده شد و ما که اینجا چیزی ندید. زبرجد پشت توپ، ارسال کوتاه، برگشت توپ، صاحب توپ حسین پور. توپ به بیرون میره و پرتاب برای آبی پوشان داماش. جعفر حسین پور، زبرجد توپ رو برمیگردونه، رضایی زیر توپ میزنه، مجدمی با ضربه سر توپ رو برمیگردونه به نفت آبادان. یوسفی باز هم صاحب توپ، یه بازیکن داماش باز هم احساس ناراحتی میکنه. مجدمی و زبرجد توپ رو میگیرن و پاس میدن به سیفی و حالا توپ رو میزنن به بیرون تا به وضعیت امین اسدی رسیدگی بشه. بازی فیزیکی و درگیرانه ای رو داریم میبینیم از هر دو تیم. 43مین دقیقه مسابقه، 0-0 مساوی. باز هم امیر حسین یوسفی باید توپ رو در اختیار بازیکنان صنعت نفت قرار بده. اسدی یه پاس رو به عقب برای علیرضا حقیقی. حسینی پور، حقیقی مجدمی رو کنار دستش داره، یه بازیکن از پیش رو برمی‌داره، کار خطرناک از او. اما این حرکت بعدیش توپ بیرون میره، پرتاب برای جعفر حسین پور و مشخصا تیم داماش است. نظر محمدی همچنان پرشور کنار زمین. کردستانی، یوسفی، کردستانی برای چه کسی؟ حقیقی از راه میرسه در رو محوطه و توپ رو از آن خودش میکنه. اسدی باید به اون نزدیک بشه. حالا این کار رو انجام میده با دست برای خشایار زبرجد. قطع ارتباط به خوبی توسط حسین پور انجام میشه. یزدان دوست کنار اوه، توپ به خود یزدان دوست برخورد میکنه و پرتاب برای داماشی ها به دست میاد. پاکپرور به این سمت اومده، یه بازیکن از پیش رو برمی‌داره که سیفی باشه، همچنان هم خودش داره حرکت میکنه. دو سه بازیکن آتش کردن، میخواد اونجا خطا بگیره، تعادل خودش رو آمده دست میده. داور اعتقادی به خطا نداره و توپ برگشت داده میشه توسط نفتی ها و پرتاب برای تیم داماش. 2 دقیقه اعلام وقت تلف شده بازی در نیمه اول میشه.
داور اعلام کرد به داور چهارم 45 دقیقه تموم بشه این 2 دقیقه بالا میره و منظور خواهد شد. دلاور ضربه سر، خود دلاور میخواد دومی رو هم بزنه که سیفی صد راه توپ میشه. رضایی یه اثر روی توپ گذاشت و حالا کمندانی بازیکن سابق پرسپولیس یک حرکت از خدایی یه لحظه روی توپ پاش گیر میکنه اما بعد طریقی که هست بلند میشه و اجازه نمیده خطری متوجه دروازش بشه. 2 دقیقه اعلام وقت تلف شده بازی در نیمه اول میشه. کردستانی سوادکویی یه پاس رو به جلو، حسینی پور، هاشمی فرد ضربه سر، متعاقبش رضایی برای داماش، میانه زمین نفتی‌ها به دنبال تو توسط قبیشاوی. محمد رضا قبیشاوی هم رو به عقب با کولیان، او هم عقب‌تر با علیرضا حقیقی. پرتاب برای داماشی ها به دست میاد از منطقه راست خط میانی تیمشون. میلاد پاکپرور باید توپ رو پرتاب بکنه، این کار رو انجام میده برای 9 امین اسدی. 2-3 بازیکن احاطه‌اش کردن، توپی که ارسال میشه و نهایتاً به سود صنعت نفت آبادان هست. همچنان بدون گل مساوی. ثانیه‌های پایانی بازی در نیمه اول رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. بازی هفته اول مسابقات لیگ دست اول فوتبال کشور جام آزادگان ورزشگاه شهید عزودی شهر رشت در ورزشگاه خالی از تماشاچی که علتش رو هم خدمتتون گفتم و اتفاقات زیادی که پیرامون این بازی افتاد. پاکپرور منطقه بازی رو عوض میکنه به خوبی، یه پاس رو به جلوی دیگه، یک ارسال میتونه در اون محوطه انجام بشه. قبیشاوی ارتباط رو قطع میکنه، اون سمت هم به دنبال توپ علی خدایی، یه ارسال دیگه به درون محوطه و توپ به بیرون میره و ضربه دروازه برای صنعت نفت آبادان به دست میاد. حقیقی باز هم باید بازی رو به جریان بندازه. همه نگاه ها به داور هست، داورم به ساعت خودش نگاه میکنه و در سود خودش میدمه. بازی در نیمه اول 0-0 مساوی میشه. به اتفاق دو تیم استراحتی خواهیم داشت به مدت 15 دقیقه. انشالله در نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر خواهیم بود. نیمه اول داماش گیلان 0 صنعت نفت آبادان 0. وقت بخیر مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر. نیمه دوم دیدار تیم‌های داماش و صنعت نفت آبادان رو تقدیم حضورتون می‌کنیم، در حالی که در نیمه اول دو تیم به تساوی بدون گل دست پیدا کردن. بازی که پر از اتفاقات بود و قرار بود 19 و 15 دقیقه شروع بشه، شد 15 دقیقه که از بازی گذشت. تماشاچی اومد و بازی 1 ساعت و نیم متوقف شد تا تماشاچی بره بیرون. بعد 1 ساعت و 20 دقیقه بازی به جریان افتاد. نیمه اولش شد 0-0. ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و نهایتا امتیازات این بازی چگونه تقسیم خواهد شد. داماش آبی پوش، زرپوشان هم صنعت نفت آبادان. تغییری هم در ترکیب دو تیم ما نمیبینیم. در اون محوطه جریمه موقعیت برای صنعت نفت آبادان میره به دست میاد و مدافعین داماش توپ رو برمیگردونن. یه ضربه سر به دنبال توپ، رضایی، ارسال به درون محوطه باز هم و خطای مهاجم نفت آبادان اعلام میشه. بازی باید دنبال بشه. باز هم بازی متوقفه. این اتفاقی هم که افتاد باعث شد کنداکتور شبکه باران هم کاملا به هم بریزه. به حال به همت مدیریت
صدا و سیمای مرکز گیلان قرار بر این شد که 2 تا برنامه حذف بشه تا با توجه به اینکه تماشاچی هم تو ورزشگاه حضور نداره، تماشاچیان پرشور داماش بتونن که در جریان و روند بازی تیمشون قرار بگیرن و این بازی به صورت مستقیم از شبکه باران، شبکه آبادان و رادیو آبادان داره برای علاقه‌مندان پخش میشه. سعید دلاور منطقه بازی رو عوض میکنه، جایی که جعفر حسینپور هست. حسینپوری که در نیمه اول خیلی پرتحرک بود و از چپ حملات زیادی رو برای داماشی‌ها پایه‌گذاری کرد. در نیمه اول بیشتر یه بازی فیزیکی رو شاهد بودیم، خیلی موقعیت گل ما روی دروازه ها ندیدیم. حرکت از 17 علی خدایی، تکل بلند و اعلام پرتاب. خود خدایی باید توپ رو پرتاب بکنه. مسعود شجاعی صحبت میکنه با داور چهارم. پاک پرور میتونه توپ ارسال بکنه یا نه؟ ارسال میکنه. توپش به بدن کلیان میگیره و یه کرنر برای داماشی ها به دست میاد. هفته نخست لیگ 1 فوتبال ایران، جام آزادگان داماش نفت آبادان 0-0 مساوی. ضربه کرنر رو امیرحسین یوسفی خواهد زد. او هم در نیمه اول یکی از خوبهای داماش بود و خیلی پرتحرک. موقعیت خوبی میتونه برای داماش باشه. این ضربه کرنر سرزنهای داماش هم پیش اومدن، از جمله سعید دلاور که معمولا ضربات سر خوبی رو میزنه. منتظریم تا ضربه زده بشه. آقای صفاری قاضی میدان صحبت میکنه با بازیکنان دو تیم در دو محوطه جریمه. یک ارسال از یوسفی به تیر اول، برگشت از مدافعین، زبرجد به توپ نمیرسه و پرتاب برای داماش. خدایی میخواد پرتاب رو انجام بده. یه پاس رو به جلو، نفتی ها توپ رو بر میگردونن. هاشمی فرد به توپ میرسه در خط دفاعی خودشون، پاس رو به عقب با علی محسن زاده و توپی که برگشت داده میشه. میاد یزدانی بازیکن سرشناس داماش داره خودش رو آماده میکنه تا به زمین مسابقه بیاد. به جای 98 امیرحسین یوسفی هم میخواد به بازی بیاد تا لحظاتی دیگر. توپ هنوز به بیرون نرفته و توپی که حالا به سود داماش به بیرون میره. علی داوران هم در نیمه دوم به بازی اومده، بازیکن شماره 14. پس داشتیم تغییر، ولی تابلوی تعویض رو داور چهارم در ابتدای نیمه نشون نداد. اینجا یوسفی خارج میشه و میاد یزدانی در ادامه باید بازی بکنه. تابلو رو که نشون داد چی شد؟ هنوز تعویض انجام نشده. پاک پرور حالا باید بیرون بره یوسفی و خارج میشه و میاد یزدانی در ادامه بازی خواهد کرد. پاک پرور هم باید توپ رو پرتاب بکنه کوتاه برای خدایی. خود پاک پرور یه حرکت بدن میاد. امین اسدی یه لحظه روی توپ اثر گذاشت. هاشمی فرد به هر طریقی که از توپ رو به بیرون میفرسته، اما خطای او در نهایت اعلام میشه. حسینی پور برای قبیشاوی توپ رو میکاره تا او به توپ ضربه بزنه، یا خود حسینی پور، حسین میرزا حسینی پور. ضربه سر اول رو بازم هاشمی فرد میزنه. هاشمی فرد در اون محوطه جریمه و توپی که توسط خود نفتی ها به بیرون رفت. داوران به جای مهدی سوادکویی در ابتدای بازی در نیمه دوم به بازی اومد. میگم تابلوی تعویض رو داور چهارم در ابتدای نیمه باید نشون میداد که نشون نداد. اصلا این تعویض رو
اعلام نکرد. باز هم یه بازیکن داماش روی زمین هست. داماش 2 تا تعویض کرده، یه دونه از ابتدای بازی در نیمه دوم، یه دونه هم که الان. ببینیم این 2 تا تعویض چه تغییری بر روند تیمی اونها ایجاد خواهد کرد. داماشی که به هر حال درسته یار 12 خودش، تماشاچیان پرشور خودش رو نداره، اما داره در خانه و در زمین خودی بازی میکنه و برای خودش امتیاز حداکثری رو میخواد قائل باشه. اولین بازی 3 امتیازش برای هر دو تیم خیلی میتونه مهم و حیاتی باشه در ادامه راه. داماش اگر ببره روحیه میگیره برای هفته‌های آتی و این اتفاق اگر برای نفت آبادان بیفته به هر حال بازی خارج از خونه است و در ادامه از نظر روحی روانی به این تیم هم خیلی کمک میکنه. میثم صفاری داور این دیدار که قضاوت پرسوت و پرماجرایی رو تا اینجا داشته. مسلم مجدمی از روی زمین بلند میشه، مسئله خاصی نداره و میتونه که به بازی ادامه بده. میلاد پاکرور میخواد توپ رو در اختیار، میگه باید یعنی در اختیار ما قرار بدی. میاد یزدانی میگه ولش کن و بذار بازی به جریان بیفته. توپ رو این بار امین اسدی به بیرون میفرسته. میلاد پاکرور شاکی بود که آقا ما توپ رو بیرون زدیم، چرا به ما پاس ندیم؟ میاد یزدانی گفت ولش کن، به بازی ادامه بده تا ادامه بدیم بازی رو و وقت بازی گرفته نشه. کلیان، مجدمی در اون محوطه، البته توپ نرسید. زبرجد یه اثر گذاشت. خیلی وضعیت زمین مسابقه خرابه واقعا. من فکر کنم شما هم دارید میبینید اصلا کیفیت مناسبی رو زمین شهید عزودی رشت نداره. باز هم یه بازیکن مصدوم میشه. فکر کنم این قضیه باعث شده که بازیکنان دو تیم مدام مصدوم بشن، به ویژه نفتی که به زمین هم عادت ندارن و مدام بازیکنانشون دارن تعادل خودشون رو از دست میدن و مصدوم میشن. البته این قضیه و مسئله برای داماشی ها هم صادق بوده. همچنان بازی متوقفه. نتایج همزمان رو یه مرور بکنیم. مثل شهر بابک 2-1 پارس جنوبی جمع رو شکست داده، تموم شده. سایپا مثل کرمان هم بازیشون تموم شده 0-0. مثل سونگون به خاطر اینکه کارتاشون حاضر نشده 3-0 مقابل هوادار بازنده میشه. یه تعویض هم نفتی ها میخوان انجام بدن که خدمتتون عرض خواهم کرد. نساجی مازندران و پالایش نفت بندرعباس هم بازیشون 0-0 تموم شده. تنها بازی هفته اول روز اولش همینه. 99 امیر علیدادی میخواد به بازی بیاد برای نفت آبادان تا اولین تعویضی زردپوشان باشه. به جای کی؟ مجدمی یا بازیکن دیگری؟ باید ببینیم. مجدمی که احساس ناراحتی میکنه او بیرون از زمین هست. باز هم اعلام خطا. مدام دارن قور میزنن بازیکنان دو تیم در زمین. خیلی سر و صدا است. فکر کنم دیگه شما کاملا هم دارید میبینید و میشنوید صدای بازیکنان رو. میاد یزدانی پشت توپ. در تمامی تیم‌های مطرح فوتبال استان گیلان میاد یزدانی بازی کرده. در سپیدرود، داماش، ملوان و چوکا. یه حضور کوتاه هم در استقلال تهران داشت. پاکبرور تعادل خودش رو از دست میده. سیفی حالا حرکت، داور دست به جیب و با کارت زرد جریمه میکنه جعفر حسین پور رو.
چی شد؟ از درد داره سیفی به خودش میپیچه و حالا تیم پزشکی هم میاد تا به وضعیت او رسیدگی بکنه. تصویر آهسته رو خواهیم دید که چه اتفاقی افتاد. ملاحظه بفرمایید اینجا این تکل بلند از جعفر حسین پور که پای حریف رو زد. 23 مجدمی از بازی خارج میشه. یه بار دیگه ببینید اینجا توپ رو رد کرد که بره، حسین پور پای او رو زد و داورم یه کارت زرد رو به اون نشون داد. همچنان بازی متوقفه. همچنان داریم میبینیم اینجا این اتفاق و این برخورد صورت گرفت. قبیشاوی پشت توپ، رضا علیاری هم در کنارش هست. واگذار میکنن تا حسین میرزا حسینی پور به توپ ضربه بزن. در اون محوطه جریمه علی دادی یه پاس در از و خطرناک و توپی که به خوبی جعفر حسین پور به بیرون میفرسته. دروازه تیمش رو نجات داد روی پاس عرضی خطرناکی که امیر علی دادی فرستاد و او ارتباط رو قطع کرد و البته قبل از اونم آفساید علی دادی اعلام شده بود. علی محسن زاده باید به توپ ضربه بزنه. سنگربان تیم داماش. من یادم نمیاد که خطری متوجه دروازه‌های دو تیم شده باشه. تا الان موقعیت جدی انصافا نداشتیم. هاشمی فر پاکپرور به توپ میرسه، علیاری با او حرکت میکنه و ضربه دروازه اعلام میشه. علیرضا حقیقی از کنار دروازهش باید به توپ ضربه بزنه. دروازه‌بان و کاپیتان صنعت نفت آبادان. بازم یه بازیکن احساس ناراحتی میکنه. این بار علیاریه، بازیکن شماره 3 تو اون کورس شونه به شونه که با پاک پرور داشت از ناحیه شانه احساس ناراحتی میکنه. این هم اون صحنه‌ایه که داور در واقع کمک داور اعلام آفساید کرد. قطع ارتباط توسط حسین پور به خوبی انجام شد و این هم علی نظر محمدی که همچنان با شاگردان خودش صحبت میکنه. همچنان دارن به وضعیت علیاری رسیدگی میکنند در حالی که 60 دقیقه به اتمام رسیده. نیم ساعت پایانی مسابقه ساعت 21:53 از طریق شبکه تلویزیونی باران و سیمای آبادان و رادیو آبادان در خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرانقدر هستیم. بازی مهم هفته اول لیگ دست اول کشور جام آزادگان، داماش گیلان صنعت نفت آبادان بدون گل مساوی. رضا رضایی احساس ناراحتی میکنه. باز هم روی زمین هست. چقدر مصدوم میشن نفتی ها و چقدر بازی متوقف میشه. من یادم نمیاد بازی 3-4 دقیقه مداوم توپ درش جریان داشته باشه. مدام بازی متوقف میشه. همه جوره سخت شد دیگه از اون دقیقه‌ای که بازی شروع شد و اون اتفاقاتی که افتاد و مسائلی که پیش اومد تا الان که در خدمت شما هستیم. دارم به وضعیت رضایی رسیدگی میکنم. باز هم بازی متوقفه و این هم اسکوربورد ورزشگاه شهید عضدی که بعد از سالها روشن میشه و نتیجه رو شما روی تابلو دیدید.
یه زمانی مهمترین بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران اینجا تو این زمین برگزار میشد. اوجش دهه 80 بود. خدایی پرتابگر توپ خواهد بود. توپ به بیرون میره. امین اسدی نتونست خوب توپ رو کنترل بکنه. کلیان باید توپ رو پرتاب بکنه برای نفت آبادان. واگذار میکنه به بازیکن همدسته یعنی علیاری که او این کار رو انجام بده و باز هم اعلام توقف بازی، اعلام خطا میشه. یک کارت زرد به بازیکن شماره 6 امین رضایی هم داده میشه به خاطر اعتراضی که به داور مسابقه داشت. خیلی باید مراقب باشه. پستش هم یه جوری امین رضایی که درگیر شونده است. یک کارت زرد هم داره تا از اینجا به بعد دست به عصاتر را بره. محمد رضا قبیشابی پشت توپ. فکر کنم شما با من هم عقیده اید. بازی زیبایی رو ندیدیم از بازیکنان دو تیم، در حالی که هر دو تیم از تیم‌های خوب فوتبال کشورمون هستند و بازیکنان خوبی هم در اختیار دارن. تا اینجا که بازی خوبی رو ندیدیم. زبرجد یه پاس تو عمق، برگشت از مدافعین و خطا برای داماشی‌ها و مشخصاً سعید دلاور. علی محسن زاده باید به توپ ضربه بزنه. منتظریم تا این اتفاق بیفته. با پای راست به زمین نفت ضربه سر اول رو یزدان دوست زد. میاد یزدانی یه لحظه به دنبال توپ بود، حالا سیفی از راست حرکت میکنه و توپ رو به بیرون میفرسته. علی داوران تا پرتاب برای نفتی ها شکل بگیره. یزدان دوست به توپ نرسید. یزدانی دو سه بازیکن احاطه‌اش کردن، بازیکن پا به توپیه. یزدانی توپ به سود داماشیا به بیرون میره و جعفر حسین پور باید توپ رو پرتاب بکنه. ببینیم او پرتاب میکنه یا بازیکن دیگری خودش. رضایی در محوطه جریمه حقیقی میگیره و بلافاصله به زمین داماش. خدایی ضربه سر اول یا برگشت توپ اول از او خودش تکل میبنده. بی حاصل علی دادی به دنبال بازیکن تا توپ رو به او بسپاره. بهنام سراج داره صحبت میکنه با یکی از نیمکت نشینان، میخواد مثل که نفت آبادان یه تعویض دیگه انجام بده. این سمت هم توپ به بیرون میره. هاشمی فرد در متن حرکت بود، دیدید هاشمی فرد و بازیکن شماره 4 خیلی پرتلاش و دونده است در خط دفاعی تیم داماش و نظر محمدی که در تصویر مشخص بود. خدایی پرتابگر توپ خواهد بود. حالا پرتاب انجام میشه. از چند متر جلوتر پرتاب تکرار میشه. اینم مسعود شجاعی. خدایی دو بازیکن سر به سر شدن اما اتفاقی خوشبختانه برایشون نیفتاد و توپ به سود نفت آبادان به بیرون رفت. علی دادی یا علیاریه بازیکن شماره 3. رضا علیاری، خود علیاری یه پاس رو به جلو، حرکت از علی دادی. هاشمی فرد با تسلط
توپ رو میگیره، یه نفر رو هم جا میذاره و یه پاس رو به جلو میده برای مهاجم خودشون امین اسدی که اون رو کنترل میکنن. یه پیگیری خوب از پاک پرور، حالا خودش میتونه توپ ساند میکنه، تو سر توپ میزنه برای اسدی، میتونه توپ رو ارسال بکنه به درون محوطه جریمه. چقدر بلنده اون سمت. جعفر حسینپور توپ رو میگیره، دو بازیکن رو احاطه کردن، یه بازیکن از پیش رو برمی‌داره، وارد محوطه جریمه هم میشه حسینپور و توپ او رو زدن. دلاور، پاس تحت فشار او به کردستانی. یه بار دیگه دلاور رو به عقب با علی محسن زاده و او هم توپ به منطقه چپ خط دفاعی تیمش پاس میده. وسط زمین یه لحظه داماشیا توپ رو گم میکنن. زبرجد یه بازیکن از پیش رو برمی‌داره، تعادل خودش رو از دست میده، خطا نیست و ضرباتی که مدام به توپ زده میشه و بعضا بی هدف هم هست و اشتباهات نزد یاران هر دو تیم. داماشیا سعی میکنن بازی رو بیارن رو زمین و با طمأنینه و آرامش اول مالکیت توپ رو در اختیار داشته باشن و بعد تدارک حمله رو ببینن. امین هاشمی فرد، داوران یه پاس رو به جلو برای پاک پرور، پاشم گرفت پاک پرور. امیدواریم که مسئله خاصی نداشته باشه. خدایی پرتاب کرده توپ، امین رضایی، حرکت از جعفر حسینپور با پای چپ، ارسالش خیلی خوب نیست، کمندانی توپ رو برگشت میده، اونجا تعادل دو بازیکن به هم میخوره، زبرجد و حسینپور. داماشیا مجددا توپ رو میگیرن، یه حرکت دیگه این بار از کردستانی اگر به توپ برسه که ضربه دروازه اعلام میشه. 90 و 17 برای سمت نفت به بازی میاد. علی مزرعه و رضا بولیوند. ببینیم به جای کدام بازیکنان. توپ حسینی پور به بیرون رفت، خودش باید توپ رو پرتاب بکنه. علی نظر محمدی میگه برید جلو، فشار بیارید و پرس کنید از همون جلو. حالا ببینیم تعویض‌ها چجوری انجام میشه. زبرجد باید بیاد بیرون، یکی از تعویضی‌ها زبرجده، باید جای خودش رو به علی مزرعه بده. 19 17 به بازی میاد. زبرجد از اون سمت میره بیرون. اون یکی بازیکنم شماره 19 امیرحسین کولیان هست، او هم زمین بازی رو ترک میکنه. بولیوند در ادامه به جاش بازی میکنه، بازیکنی که با شماره 17 همین الان ضربه سر رو زد. جعفر حسینپور، میاد یزدانی برای کردستانی به خوبی جناح بازی رو عوض کرد، دو بازیکن رو احاطه کردن. میلاد یزدانی، میاد خودش توپش برگشت داده میشه. میاد یزدانی سعی میکنه دفاع بکنه، توپ رو از دست میده. حالا از همون سمت حرکت کردن، باز هم توقف بازی، باز هم دست به جیب شدن داور و یک کارت زرد به بازیکن خطاکار نشون داده میشه. فکر کنم کارت زرد و دلاور گرفت، سعید دلاور اونجا کارت زرد میگیره. از منطقه راست خط میانیشون نفتی ها صاحب این موقعیت ایستگاهی میشن. ارسال بلند به درون محوطه جریمه، ضربه سر اول رو داماشی ها میزنن. یه حرکت از زردپوشان، بولیوند میره وارد محوطه جریمه بشه، دو بازیکن رو جا میذاره، پشت محوطه خطرناک هست و موقعیت شوت زنی و ضربه‌ای که با اختلاف از بالای دروازه توسط قبیشابی، بازیکن با تجربه سنت نفت آبادان، به بیرون میره.
ضربهش رو خوب نزد قبیشاوی. داماشی ها شانس آوردن که توپ داخل چارچوبشون نبود. بولیوند به یک باره 2 بازیکن رو جا گذاشت پشت محوطه، یه توپ خوب رو ساخته و پرداخته کرد برای قبیشاوی که با اختلاف فوق‌العاده زیادی توپش به بیرون رفت. محسن زاده پشت توپ. علیدادی اونجا حضور داره. قبیشاوی سوت داور اعلام خطا. بولیوند یه پاس رو به جلو. هاشمی فرد به خوبی توپ رو کنترل میکنه، همچنان هم خودش میبینه کردستانی رو. دانیال کردستانی اگر به توپ برسه چه بازیکنیه این امین هاشمی فرد، همچین قلدر، بعد پا به توپ هم هست. بازیکن شماره 4 داماش رو خدمتتون عرض میکنم فوق‌العاده کار کرد تا اینجا بدون اشتباه، مسلط، ضربات سر رو خیلی خوب میزنه، پا به توپش هم خیلی خوبه. این چهره بازیکن شماره 4. تشکر از دوستان خوبمون امین هاشمی فرد. پرتابگر توپ یزدان دوست هست. قبیشاوی به اون نزدیک میشه، میگه بابا این همه دویدم چرا پاس ندادی. یزدان دوست از همونجا توپ رو روی خط دفاعی تیم داماش میفرسته. یه بازیکن اونجا تعادل خودش رو از دست میده، به خوبی توپ رو میگیره. خدایی چقدر خوب توپ رو کنترل کرد، اما این پاسش خوب نبود. همچین حرکت زیبای خودش رو خراب کرد و بدون اجر گذاشت. بریم تبدیل به یک ضد حمله میشه یا نه. اسدی و اون سمت هم حقیقی توپ رو مشت میکنه و به بازیکن همدسته توپ میرسه. قبیشاوی یه پاس بلند پشت سر هاشمی فرد توپ رو میفرسته. دفاع داماش حالا شکل میگیره. بولیوند رو به عقب با خود قبیشاوی، توپ رو پای راستش هست. اصابه در محوطه جریمه خطرناک است و محسن زاده توپ سیفی رو چقدر زیبا گرفت. باریکلا علی محسن زاده. قبیشاوی چه پاسی داد به سیفی، سرضرب زد اما به خوبی بازیخونی کرد علی محسن زاده و انصافاً یه گل رو خرید برای تیم داماش. دقیقه 75 موقعیت جدی و خطرناک این بازی. تصویر استر ببینید، این قبیشاویه. توپ رو فرستاد، آفساید هم که نبود. سرزد به توپ ضربه زد، خیلی گرفتن این توپ سخت بود و علی محسن زاده اگر خوب بازیخونی نمی‌کرد چه بسا الان دروازش باز شده بود. عالی حرکت کرد علی محسن زاده. یه بازیکن این بار از داماش مصدوم میشه. باز هم تعویض خواهیم داشت. 27-66 امیر حسین زاده و علی رحیمی میخوام به بازی بیاد. یه بازیکن تعویضی کردستانیه، اون یکی بازیکنم میلاد پاکپرور. تعویض‌های پیاپی که نزد بازیکنان دو تیم و کادر فنیاشون انجام میشه تا گره بازی رو در این 15 دقیقه پایانی باز بکنن. قبیشاوی توپ رو در اختیار محسن زاده قرار میده که یک واکنش تماشایی داشته این دروازه‌بان. یزدان دوست زیر توپ میزنه. خدایی ضربه سر. قبیشاوی زیر توپ. حرکت از علیدادی. یک اشتباه در اون محوطه جریمه خطرناک از خطا بر روی مدافع داماش و توپ باید در اختیار بازیکنان آبی پوش قرار بگیره. بازی در این 15 دقیقه پایانی انگار داره جذابتر میشه و دو تیم
حملات بیشتری روی دروازه‌های همدیگه تدارک می‌بینند. با توجه به روند بازی که تا الان شاهد بودیم، هر تیمی الان به گل برسه شاید جبرانش خود مشکل باشه، ولی این چند دقیقه اخیر بازی انصافا قشنگ بوده. علیاری با توپ رو پرتاب بکنه، توپ باز هم به بیرون رفت. این سمت هم خدایی یک پاس رو به جلو و توپی که نصیب علیرضا حقیقی میشه. توپ در اختیار آبی پوشان هست. یه حرکت دیگه پشت محوطه جریمه، موقعیت برای علی دادی، یه پاس به جلو برای بولیون و توپی که این سمت به بیرون میره. بازیکن شماره 66 مهدی داغر هست که به زمین مسابقه اومده. امیر حسین حسین زاده 27 و مهدی داغر بازیکن شماره 66 که در خط میانی بازی میکنه برای داماش به زمین مسابقه اومدن که من اصلاح بکنم و این بازیکن شماره 66 هست که به بازی اومده. علی دادی بازیکن شماره 99 خیلی تند و تیز هست، از وقتی به بازی اومده یه جورایی روند بازی رو برای نفتی ها تسهیل کرده. کمندانی ارتباط رو قطع میکنه، اون سمت حسین پور، حالا میاد یزدانی برای خود حسین پور توپ رو برمیگردونه و زودتر از حسین زاده یزدان دوست به توپ ضربه زد. یزدانی میاد و توپ به سود اونها به بیرون میره. 7 محمد اقدامی هم میخواد به بازی بیاد به جای 6 امین رضایی قلعه که یک کارت زرد رو هم در این بازی دریافت کرده. خودش هم تشویق میکنه اقدامی رو و از همه هم تشکر میکنه و میگه بچه ها محکم بازی بکنید و این تعویض خودش رو هم میپذیره. علی نظر محمدی هم ازش تشکر میکنه، اخلاق پسندیدش هم مورد توجه معدود حاضران در ورزشگاه هم قرار میگیره. رضایی داغر منطقه بازی رو عوض میکنه برای خدایی، پاس رو به جلو، حرکت از اسدی همچنان صاحب توپ، پاس میده به داغر، داغر به دنبال بازیکن تا توپ رو به او بسپاره. جعفر حسین پور رو میبینن، میاد یزدانی در کنارش، خود داغر یه پاس عالی میده برای داوران اما کنترلش خوب نیست. حالا صاحب توپ امیر علیدادی برای بولیوند در اصل حرکت میکنه. بولیوند رو به عقب با علیاری و اجازه میده توپ امین هاشمی فرد که به علی محسن زاده برسه. 82مین دقیقه این مسابقه، 0-0 مساوی. بازی که از طریق شبکه تلویزیونی باران، شبکه تلویزیونی آبادان و رادیو آبادان برای علاقمندان به ورزش پخش میشه. بازی ساعت 7:15 شروع شد، 19:15 قرار بود 9:15 هم یعنی 21:15 تموم بشه، اما اون اتفاقاتی که افتاد همه چی رو به هم زد
بندگان خدا همکاران ما کنداکتورشون هم به هم میخوام و به هر حال با توجه به اینکه بازی بدون تماشاچی بود، هم داماش خیلی طرفدار داره، هم صنعت نفت آبادان، مدیریت محترم صدا و سیمای مرکز گیلان ترجیح دادن که یکی دو تا برنامه رو حذف بکنن تا علاقه‌مندان به فوتبال و طرفداران عزیز و محترم این دو تیم بتونن در جریان روند بازی قرار بگیرند. حقیقی توپ رو بلند میفرسته، بولیوند خودش حرکت میکنه از منطقه راست، ارسالش هم انجام میده و باز هم علی محسن زاده با یک شیرجه تماشایی توپ رو مال خود میکنه و میبره اون ارتباط رو و اجازه نمیده بازیکن صنعت نفت آبادان صاحب توپ بشه. نشون میده علی محسن زاده دروازه‌بان خوبی است. میانه زمین باز هم توقف بازی. دو تا بازیکن دیگر نفت میخوام به بازی بیان. 83 و 11 ابوالفضل بابادیه، 83 هم حسام الدین رضاپور. تعویض هایی که در نیمه دوم مربیان دو تیم انجام دادن، تعدادش هم زیاد بود، سعی کردن از حداکثر تعویضشون استفاده بکنن تا بلکه نتیجه بگیرن و این بازی مساوی نشه. هر دو تیم از تیم‌های پرطرفدار و سرشناس لیگ دسته اول ما هستند و میخوان گام اول رو محکم بردارند. داوران منطقه بازی رو عوض میکنه. برای میاد یزدانی با پای راست به سمت دروازه و توپش داخل چارچوب نیست. در از خوب حرکت کرد اما ضربه نهایی رو خوب نزد. حالا تعویض‌ها باید انجام بشه. یه تعویضی رضا رضاییه، یه تعویضی هم محسن سیفی. این دوتا میرن بیرون. حسام الدین رضاپور و ابوالفضل بابادی به زمین مسابقه میاد. دقایق پایانی این مسابقه رو تقدیم حضورتون میکنیم. 85مین دقیقه. دقایق پر التهابی شده. هر دو تیم دارن حمله میکنن، تعویض هم میکنن. قشنگ مشخصه هیچ یک از دو مربی به مساوی راضی نیستند. خدایی باید توپ رو پرتاب بکنه. منتظریم تا این اتفاق بیفته. برای هاشمی فرد یکی از خوبهای این دیدار بوده امین هاشمی فرد. خطا به نظر میرسید، داور اعتقادی به خطا نداره. کمندانی قطع ارتباط از هاشمی فرد. یه بار دیگه علی دادی، باز هم داور حالا دستور خودش میدمه و این بار دیگه اعلام توقف بازی رو میکنه. توپ در اختیار داماشی هاست. بهنام سراج میاد و اعتراض میکنه که توپ مال ماست، اما چیزی که ما دیدیم و البته داور اعلام کرد این گونه نبود. داور نزدیک میشه، یک کارت زرد رو هم نشون میده به یکی از نیمکت نشینان داماش. فکر کنم فرشاد اسماعیل زاده بود که این کارت رو گرفت. برگشت توپ از علیاری. داغر قبیشاوی توپ رو برمیگرده. دلاور توپ رو میسپاره به جعفر حسینپور. یه حرکت خوب. حالا میاد یزدانی برای حسینپور. دو بازیکن احاطه‌اش کردن، تو سر توپ میزنه. همچنان خود صاحب توپ هست، توپش بلوکه میشه و به بیرون میره. اعلام پرتاب. خود حسینپور بلافاصله میتونه ساند بکنه در اون محوطه جریمه. برگشت توپ
همچنان توپ در محوطه جریمه نفت آبادان هست، یه اشتباه. همچنان بازیکنان دو تیم اونجا درگیر هستند. میاد یزدانی اونجا در تک و تا هست تا توپ رو بگیره، بالاخره توپ به پای خودش برخورد میکنه و به بیرون میره. عکاسان عزیز و زحمتکشی که در ورزشگاه حضور دارن و به ثبت تصاویر این دیدار میپردازن. 88مین دقیقه، کمتر از 3 دقیقه به پایان این مسابقه زمان داریم. 87 دقیقه و 10 ثانیه. بازی مهم هفته اول لیگ دست اول فوتبال کشور جام آزادگان، ورزشگاه شهید عزودی رشت. داماش گیلان 0، صنعت نفت آبادان 0. منطقه بازی عوض میشه. این سمت اگر به تو برسه بولیون که این اتفاق نمیفته. خدایی دفاع راست داماش در بازی امروز. علی نظر محمدی به بازیکن تیمش میگه بیایید عقب توپ بگیرید. یه ضربه سر از حسین زاده، اون سمت رضاپور، توپی که یزدان دوست برمیگردونه. خدایی برای داماش این کار رو انجام میده. داوران تعادل خودش رو از دست میده، اعلام خطا، میگه بابا کارت بده دیگه. داور آقای میثم صفاری چنین نظر و عقیده‌ای نداره. منتظریم تا این ضربه زده بشه. علیاری منطقه بازی رو عوض میکنه. علی دادی به خوبی هم این کار رو انجام داد، اما اون سمت خیلی خوب کار کرد امروز جعفر حسینپور در منطقه چپ. هم خوب دفاع کرد، هم خوب نفوذ کرد. میاد یزدانی تعادل خودش رو از دست میده. 2 بازیکن هم احاطه‌اش کردن، رد میشه همچنان هم خودش، تا اینکه بالاخره میلاد کمندانی توپ رو از او گرفت. آبادانی ها از منطقه راست خط میانی خودشون تدارک یک حمله رو میبینن. سعید دلاور با بازیکن نفت حرکت میکنه. ارسال به درون محوطه جریمه خطرناک است. موقعیت برای بولیون میره ایجاد بشه پشت محوطه جریمه. یه بازیکن که خدایی باشه مقابلش درون محوطه. ببینیم از این توپ چگونه بهره میبرند و نهایتا خطا به سود مدافعین داماش اعلام میشه در 90مین دقیقه این مسابقه. چند دقیقه این مسابقه وقت تلف شده خواهد داشت؟ ببینیم. هنوز داور اعلام نکرده. 5 دقیقه. تابلو 5 تا ثانیه های دیگر بالا خواهد برد. 5 دقیقه دیگه این بازی ادامه خواهد داشت. علی محسن زاده، این قضیه مجوز حرفه‌ای داماش واقعا باید حل بشه. این بازی رو حالا داماشی‌ها تماشاچی‌هاشون همکاری کردن رفتن، ولی آخه چرا باید چند تا بازی نباشن؟ چرا با توجه به اینکه سازمان لیگ میگه ما 2 سال هشدار دادیم این مجوز دریافت نشده؟ تماشاچی‌های داماش یار 12ام این تیم هستن. واقعا قدرت این تیم در خانه این تماشاچی‌ها هستن و شما تصور کنید اگر اونها امروز و امشب میتونستن حضور داشته باشن در ورزشگاه، داماش چقدر میتونه از حمایت‌های ویژه اونها بهره مند بشه. اما به راحتی این امتیاز از دست رفت و اگر حل نشه بازی‌های بعدی هم همین گونه خواهد بود. اما واقعا حق تماشاچی داماش هست که از دیدن بازی تیم محرومش به خاطر این سهل‌انگاری ها محروم بشه. علی دادی، کمندانی پشت محوطه جریمه پاسش رو میده، خطرناک است به سمت دروازه. بابادی و توپی که باز هم علی محسن زاده میگیره. علی محسن زاده خوب کار کرده، به ویژه در 15 دقیقه پایانی که نفتی‌ها 2-3
حمله خطرناک رو تدارک دیدند. هاشمی فرد خدایی در کنارش هست. خود هاشمی فرد یه پاس رو به جلو برای حسین زاده و پرتابگر توپ داماشی ها هستند. مهدی هاشمی نصر هم اونجا میاد و صحبت میکنه با بازیکنان نفت و به اونها میگه که چگونه جایگیری بکنند. خدایی باید توپ رو پرتاب بکنه. علی نظر محمدی میگه کنار خط توپ رو پرتاب کن. او ترجیحش اینه که به عمق بفرسته و این مثلا باعث شد توپ رو از دست بدن. این بار پرتاب برای نفتی ها. نفتی ها باید توسط حسین میرزا حسینی پور توپ رو پرتاب بکنند. داغر توپ زیر پاش گیر میکنه و به راحتی توپ رو ابوالفضل بابادی از اون میگیره، میره تدارک یک حمله رو ببینه. خود بازیکن داماش هم احساس ناراحتی میکنه. بابادی حرکت میکنه، علی دادی در اصل حرکت میکنه، خطرناک هست. توپ ساخته و پرداخته میکنه و داوران موقتا توپ رو دفع میکنه. چقدر دفع توپش بد بود. هاشمی فرد از راه میرسه، یه ضربه سر میزنه و این سمت هم حسین زاده به دنبال توپ رو به بیرون میفرسته. داغر توپ رو از دست داد و خودش هم احساس ناراحتی میکنه. داور میره بالا سرش تا به وضعیت او رسیدگی بشه. در 94مین دقیقه این مسابقه بلند میشه از روی زمین و خوشبختانه مسئله خاصی نداره. به هر حال اشتباه کرد دیگه. خود داغر توپ زیر پاش بود، میتونست تدارک یک حمله رو ببره ببینه. میگه تعویضم کنید. نظر محمدی میگه یه دقیقه مونده، چی میگی تعویضت کنم؟ میگه تعویض ندارم. به داغر میگه تعویض ندارم، وایسا بازی کن. داغر میاد بیرون. باید به وضعیت داغر رسیدگی بشه. داماش داره 10 نفره بازی میکنه. محمد رضا مهدوی هم بالا سرش هست. حسینی پور برای علیاری و حالا کاپیتان حقیقی. حسینی پور میاد یزدانی به توپ خطا دیگه. خطا و کارت زرد برای بازیکن نفت. خطا رو انجام میده رضاپور و کارت زرد رو از داور مسابقه میگیره. داغر هر طوری که هست میخواد این ثانیه‌های پایانی بازی بکنه. توپ یه لحظه زیر پاش گیر کرد داغر. نمیدونم حالا برخوردی فکر نکنم با اون صورت گرفته باشه. اونجا احساس ناراحتی کرد. به هر حال این چهره و این بازیکن شماره 66 مجددا به زمین مسابقه میاد. 95 دقیقه تموم شده. این توپ و این موقعیت میتونه آخرین فرصت این بازی باشه. هاشمی فرد میاد میگه چجوری توپ رو بفرست. داور به ساعت خودش نگاه میکنه. ارسال به درون محوطه جریمه خطرناک میتونه باشه. یه تدارک حمله دیگه. داوران به دنبال توپ، همچنان خودش حالا به توپ میرسه، میتونه توپ رو روی دروازه ساند بکنه. داماشوی خود کم تعداد هستن درون محوطه، هنوز ساند انجام نشده. درون محوطه و اعلام خطا میشه و توپ در اختیار خط دفاعی نفت آبادان قرار میگیره. داور به ساعت خودش نگاه میکنه. سوت رو هم در دهان گذاشته تا ثانیه های دیگر احتمال زیاد در سوت خودش به نشانه پایان بازی بدم و این بازی در نهایت بله بدون گل مساوی و دو تیم به یک امتیاز این بازی بسنده میکنن. امیدوار هستم که این بازی مورد توجه و عزت شما قرار گرفته باشه. تشکر از همراهی شما و همکاران خوبمون در شبکه تلویزیونی باران که این امکان رو مهیا کردن تا به صورت زنده در خدمت شما عزیزان باشیم. تا دیدار بعد همه شما رو به یگانه منام میسپارم. پایدار و سرفراز باشید. شبتون بخیر.